نامعلوم. صلح آماده باشد این نرخ بلند نشود. همه سری پری باشد پرفایز برکات بیاد. همین تینجی باشه با سنوده. لوای همه آدم خرسنده باشه، همه بیغم زندگی کنن. سوال نو درنگ اسباری زندگی کنیم ده سوال اسبایی کن. ما در سال 2026 آرزو داریم که مردم کتابخوان بسیارتر شوند. سالی آرامی باشد، خوشبختی های بسیار بیارد، دسترخوانی هر یک تاجیک و تاجیکستانی پرناز نعمت باشد. سلامتی دیگه چی؟ آرزو دارم که اول سلامتی، خوشبختی و همه فرزندان پیش پدر و مادرشون یک جا باشن. این خبر پیش حرکت کنن. ساخت سلام باشه. اکنون پیشگویی کردن نمیتونم. لیکن انا به هر حال تنش حال. از سال 2026 ما امیدواریم که تاجیکستان به نهایت باز زیباتر می شود، باز گلگشکوفایی بسیار می شود و روزهای خوب ما را در پیش است و با تاجیکستان با همه اهالی جمهوری تاجیکستان بردباری ها خانه آباد و موفقیت آرزومندم. خیلی در بیراه هستن، دعا میکنم که عمری دراز بینن، دایم وقت خوش باشه، زیر همی آسمان صاف زندگی کنن. نگو همه خفه کامیرا میکنه. چی جواب تو میتونی؟ دارم اینا مخفی مونت دوستان. مقصد او خانده افاجی نداشت. نمیگم